سلام، خوش آمدی به ویدیو جدید. امروز آموزش میتم که چگونه نمبر جیمیل خود را تغییر بده. این همینجا مدیریت حساب را میزنیم گوگل. ویدیو را طولانی نمیکنم که زیاد وقتت نگیرم. زود خلاص میکنم. اطلاعات شخصی را میزنم، دو میشه. پایین میرم. این همین نمبر را میبینی، تلفن. همینجا را کلیک میکنم. این نمبر مال 584 است. این را تغییر میکنم. مال همین قلمه که میزنم. الان این بخشش باشه نتیمه کم ضعیف پس ادامه دادن میزنم. همینجا اثر انگشت خود از ما میخواه. قفل گوشی یعنی ایرم تایید کرد. اینجا باز دوباره قلمه که میزنم. بروز ثانیه شماره تلفن همی میزنم. پیش میرم. این نمبر آمده، حالا نمبر را تغییر میکنم. این من نمبر خود را تغییر میکنم. بعدی را میزنم نکست. دریافت کد میزنم. یک کد به همین شماره میاد. نه کد الان میاد. اون کد آمد. همین کد اینجا میزنیم. دیگه به تایید رساندن میزنم. وقت ندارم. اون شماره ما را تغییر کرد. به همین آسانی شما میتونید شماره خود را تغییر کنید. لطفا ما را لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. خداحافظ. خدا نگهدار. نو هستیم، حتما لایک و سابسکرایب از یادتان نره. خداحافظ.